بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادران عزیز، خواهران گرامی، پدران و مادران مهربان، استادان محترم و همه شما بینندگان عزیز. در تفسیر تربیتی و کاربردی سوره فتح در آیه اول و دوم و سوم که خداوند متعال 3 بشارت بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده بودن، مفصل با همدیگر بحث و گفتگو کردیم و خداوند متعال بر رسول گرامی خودش در آیه اول فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی ما فتح مبین و آشکار برای تو عطا کردیم. و بشارت و نوید دوم این است که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی تمام اون اتهاماتی که دشمنان رسول اکرم، دشمنان پیامبر خدا به نسبت میدادن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند متعال میفرماید از این ذنب و از این گناهی که به تو چی در گذشته و چی در آینده به تو نسبت میدادن، من از اونها گذشت کردم، میگذرم. امروزه هم باید رهبران الهی و رهبران جامعه اسلامی از این اتهامات بدور باشند. رهبری که دشمنانش و جامعه اتهامها و نسبتهای به آنها میدهند، طبیعتاً اون اثر و آثار را در جامعه کمرنگ میکند. و در آیت بعدی خداوند نصر عزیز را در اثر فتح مکه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوید میدهد، نصرا عزیزا فتحا قریبا، که نصیب مؤمنان و مسلمانان شد. ممکن است در اینجا پرسشی به وجود بیاید که این بشارت ها و این نویدهایی که در این 3 آیه شریفه داده شد، این همش برای نبی خودت، برای رسول و فرستاده خودت بود. پس مؤمنان، آحاد جامعه، مسلمانان، مجاهدان چی شد؟ و خداوند متعال تلویحاً میگوید که شما که رسول اکرم را همراهی کردید، شما که بیعت کردید، شما که در همه سختی ها را تحمل کردید و شما که این مسیر و این جنگ ها و این جهاد ها را تحمل کردید، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همراهی کردید، خداوند متعال میفرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خداوند متعال سکینه و آرامش را در قلب مؤمنان نازل کرد. از طرف دیگر خداوند متعال در سوره حشر آیت 2 میفرماید که وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم، یعنی از این طرف در دل مؤمنان، در دل مسلمانان آرامش سکینه نازل کرد، از اون طرف در دل دشمنان، در دل معاندان، در دل مشرکان رعب و وحشت ایجاد کرد. و کارایی این رعب و وحشت چیه؟ یخربون بیوتهم، اینها خانه های خودشان را چکار میکنن؟ با دست های خودشان خراب میکنن. اضطراب، نگرانی، استرس انسان را به خودکشی در واقع میبرد، میرساند. و این سکینه و آرامش را خداوند متعال در دل مؤمنان قرار داده است. حالا کارایی این که این انزل السکینه در قلب مؤمنان قرار بگیرد و نازل بشود، کارایش چیست؟ لیزدادوا ایمانا، ایمان را چیکار میکند؟ زیاد میکند. این سکینه رو اگر ما نگاه کنیم،
خداوند متعال در سوره بقره می‌فرماید و قال لهم نبیهم این آیة ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم. در داخل اون تابوت سکینه رو قرار داد. برای کی؟ برای آنهایی که منتظر اون تابوت بودن. و از کارایی این سکینه این است که خداوند متعال از طرف خودش برای مؤمنان نازل میکند. این با ابزارهای مادی، با ابزارهای دنیوی به دست نمی آید. اینهایی که با ابزارهای مادی و دنیوی به دست می آیند، اینها کاذبند، موقتی هستند، لحظه‌ای هستند. با مواد مخدر و مشروبات الکلی و عرق و سرگرمی های به هدف، اینها با سکینه الهی تفاوت اساسی دارند. سکینه الهی پایدار و عمیق است و در دل مؤمنان در واقع می شود و نازل می شود که این نه ثروت نه مقام و ظاهر فریب دهنده نمی تواند این سکینه را بیاورد. مؤمن ممکن است که ظاهرا در سختی باشد اما دلش آرام است. و گفتم که سکینه نه تنها آرامش می آورد بلکه زمینه افزایش ایمان را نیز فراهم میکند. رابطه ایمان و سکینه دو طرفه است. ایمان باعث سکینه می شود و سکینه هم باعث افزایش ایمان می شود. این چرخه مثبت مؤمن را به قله های بالاتری از یقین می رساند. خب حالا اگر این سکینه در دل مؤمنان آمد، خب از چی طریقی، با چی مکانیزمی این سکینه و آرامش می آید و ایمان را زیاد میکند؟ ولله جنود السماوات والارض. خداوند متعال این آیه را در میان آیت شریفه آورده است که تأکید میکند که همه این نیروهای عالم در اختیار خداوند متعال است. لله جنود السماوات والارض. فرشتگان، بادها، آتش، زمین، آسمان و حتی دل دشمنان همه لشکریان الهی اند. هیچ قدرت مستقل از او نیست و خداوند متعال منبع آرامش در دل همه مؤمنان است که همه لشکریان عالم در اختیار خداوند متعال است. علیما حکیما. خداوند متعال بر اساس علم، بر اساس دانایی که همه چیز را می‌داند و حکیم از کارها را در جای خود به اندازه خود انجام می‌دهد. دانایی او تضمین می‌کند که بهترین راه را برای نزول سکینه و یاری مؤمنان انتخاب کند. حکمت او تضمین می‌کند که حتی تأخیر در نصرت الهی نیز حکمت دارد. ما می‌توانیم از این آیه شریفه‌ای که تلاوت شد درس‌هایی را بیاموزیم که اضطراب بزرگترین بیماری عصر حاضر است. آمارها نشان می‌دهد که استرس، افسردگی و اضطراب در جوامع مدرن به اوج خود رسیده است. با وجود پیشرفت‌های مادی و مدرن، انسان امروز آرامش ندارد. دوم اینکه سکینه، شرط نزول سکینه ایمان است. سکینه در دل مؤمنان نازل می شود. کسانی که به خداوند متعال ایمان دارند، باور دارند، به رسول گرامی اسلام و همه پیامبران ایمان دارند، به روز قیامت و به روز معاد ایمان دارند و به وعده های الهی باور و ایمان کامل دارند.
هرچی که ایمان قوی تر باشد سکینه هم عمیق‌تر می‌گردد و سکینه در سختی ها خودش را نشان می‌دهد. در صلح حدیبیه مؤمنان در شرایطی بودند که ترس و اضطراب می‌توانست بر آنها غلبه کند، اما خداوند سکینه را در دل آنها نازل کرد و آنها صبور ماندند. امروز نیز بحران‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی وجود دارد. مؤمنان واقعی کسانی هستند که دلشان آرام است و دشمن نمیتواند اینها را بلرزاند و لشکریان الهی را باور کنیم. نگاه مادی به جهان انسان را محدود میکند و نکته پایانی که ما میتوانیم از این آیه شریفه درس بگیریم این است که علم و حکمت الهی را در سختی ها ببینیم. گاه خداوند نصرت را به تأخیر می اندازد، مثل صلح حدیبیه که شکل گرفت. این از روی ناتوانی خداوند متعال نیست، بلکه از روی حکمت است. مؤمن کسی است که در تأخیر پیروزی نیز حکمت الهی را می بیند و ناامید نمی شود. امروزه دشمن با جنگ روانی و رسانه‌ای، با شبکه‌های اجتماعی و تزریق شبهه‌های فکری به دنبال گرفتن سکینه از دل مؤمنان است. هدف آنها این است که جامعه را مضطرب کنند، ناامید و متزلزل گردانند. اما سوره فتح به ما می آموزد که سکینه را نمی توان با هیچ ابزاری از مؤمنان گرفت، مگر اینکه مؤمنان خودشان سبب شوند، مگر اینکه مؤمنان باعث شوند که ایمانشان را از دست بدهند. این آیه شریفه که سکینه را در دل مؤمنان افزایش میداد و لشکریان الهی را به کمک مؤمنان و مسلمانان می آورد. امیدوار هستیم که خداوند متعال برای همه مؤمنان و مسلمانان و مجاهدان و مقاومتگران که امروز در مقابل دشمن قسم خورده اسلام ایستادن و مبارزه میکنند، این سکینه الهی را در دلشان نازل کند و ایمان آنها را زیاد کند و لشکریان الهی را به مدد آنها برساند.